روز 8 اپریل در بازار مرکزی شهر کلوب کوششی بردن مجبوری یک جوان به خدمت حربی با مقاومت صاحبکاران روبرو گشت. ماموران پلیس تلاش کردند که امیرجان بخاری او را بدون دعوتنامه از دکان مادرش به ارتش برند. در نواری که در شبکه‌های اجتماعی پهن شده است، یک کارمند پلیس با لباس ملکی به امیرجان مراجعت کرده میگوید که من شخصا به یگان دعوتنامه برای بردن تو آمدم. باجا شخصا واسه تو اومدگی دعوتنامه نی اوخی اکد من به عریضه به دعوتنامه. خانواده امیرجان رفتار مأموران را تحقیرآمیز نامیده گفتند که پس از مقاومت آنها به در دکانشان مهر زده شده است. رجبی آدینه و مادر امیرجان صاحبکار بازار است و همراه پسرش در آنجا کار میکند. حالا این خانواده که از حساب تجارت زندگی میکنند از ادامه تجارت خود محروم ماندند. آنها میگویند آماده اند پسرشان را با راه قانونی به خدمت حربی روانه کنند، ولی با چنین شیوه تحقیرآمیز راضی نیستند. عزیز بخاری برادر امیرجان روز 9 اپریل به یکی از شبکه‌های اجتماعی گفت که این طرز به خدمت بردن درست نیست. او خدمت اون پرابلم نیست. من خدمت کردم 13-14 سال پیش خدمت کردم. از خدمت شرایطشون 100% میگم مثلا به پویسکم میام برام نگه مثلا یگان دعوتنامه نمیتونه میگه با روزی اون 100% خدمت داره. چی به درجه جمعیتی کار میکنن؟ سبب چک مغازین رو پول میگیرم محکم میکنه. من همین قدرش فهمیدم مغازین رو چی محکم میکنه. ما اون نون نخه ما سومی دولت میسپریم. این زمان در تاجیکستان موسم بهاری دعوت به ارتش برای جوانان از 18 تا 27 ساله ادامه دارد. مقامات ختلان اعلان کردند که نقشه دعوت اجرا شده است، ولی از حالتهای بردن مجبوری جوانان تا حال شکایت ها میرسد.